پسنداز کردن باعث میشه که من پولدار بشم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار در مورد این موضوع خیلی مهم صحبت کنم، به شدت مهم، در مورد اینه که مدیریت پول. ببین قبل هر چیزی میخوام بهت بگم این گره ذهنی تو باز کن. شاید پیش خودت بگی هیچ کس با پسنداز کردن موفق نشده. کاملا حرف درسته. یعنی تو هیچ آدم موفق حتی با پسنداز کردن 100 میلیون تومان در ماه تو در آخر سال بدون هیچ خرجی 1 میلیارد و 200 تومان پول داریم. حتی بدون این ما تورم هم مد نظر نمیگیریم و این هیچ موقع با این روش پولدار نمیشه. اما تو یه نکته رو مد نظر داشته باشی. من خودم این گره ذهنی رو داشتم و باهاش مقابله میکردم، ولی تونستم یه موضوع پیدا کنم که این گره ذهنی رو شکستش بدم. هدف از پسنداز پول چیه؟ ما باید اول هدف از پسنداز پول رو بدونیم و بعد توی مرحله بعدی باید بدونیم چطوری باید پولمون رو پسنداز کنیم. هدف از پسنداز کردن چیه؟ ببین تو هیچ آدمی رو نمیبینی که با پسنداز کردن موفق شده باشه، ولی تو میتونی آدمی رو پیدا کنی که با پسنداز کردن اومده بیزنس رو انداخته و با بیزنسش موفق شده. ما هدف از پسنداز کردن اینه که سرمایه رو جمع کنیم، چون ببین درسته میگم بدون سرمایه تو میتونی هر کاری رو استارت بزنی، ولی اون کار رفته رفته به پولی نیاز داره و تو حالا بدون هیچ سرمایه کارتو شروع کردی و حالا نیاز به تزریق سرمایه داری. اون پسنداز دقیقاً اینجا به دردت بخوره که بتونی بیزنس تو رشد بدی و با کمکش بتونی 10 لول بیای بالا، لول به لول بتونی خودت رو رشد بدی. پس ببین هدف از پسنداز کردن دقیقاً اینه که ما برای رشد بیزنسمون یا برای استارت یه بیزنسی یه مبلغی رو داشته باشیم، یا چه برای تبلیغات، چه برای خرید تجهیزات، چه برای خرید حالا چیزای جزئی شروع به کار کن. شاید سوال برات پیش بیاد که من چطوری باید پسنداز کنم. احتمالاً با قانون 50 30 20 آشنا هستی. 50% برای خرجایی که در طول ماه داری، 30% برای هزینه‌ای که دوست داری مثل تفریح، رستوران، جایی که می‌خوای بری، 20% هم برای پسنداز کردن. حالا وایس اینجا یه نکته پیش میاد. اگر توی فردی هستی که در حالا با خانواده‌ات داری زندگی میکنی، پدرت داره مثلا خرج غذا تو داره میده، یعنی تو نیازیت بری غذا بگیری، نمیدونم برنج و اینجور چیزا، یعنی خرج نیاز اولیه‌تو داره مثلا خانواده‌ات برات تامین میکنه، مثل آب، برق، گاز، نمیدونم غذایی که میخوری، این داستانا، تو باید این قانون یه مقدار باید تفاوت داشته باشه. 80% باید پسنداز بشه، 20% رو باید نگه داری حالا برای خرجی که دوست داری. اینو باید در نظر داشته باش. اما یه فردی هستی که حالا مستقل خونه جداشو داره یا داری خرج یه خانواده رو میدی، حتما باید حالا 50%، 30%، 20%، حالا میتونه این عدد متفاوت باشه. این عددی که میگم باید تو نسبت به زندگی شخصی نگاه کنی که چه عددی مناسب. حالا این 50% اولش باید باشه برای خرجای روزانه، مثلا میری مترو، میری سر کار، میری نمیدونم پول کرایه خونه میدی، آب، برق، گاز، این میشه برای 50%. 30% ببین همه انسان‌ها در طول راه نیاز به یه استراحتی دارن. به عنوان مثال ببین من از خستگی شدید زیر چشم کبود شده. الان ساعت بذار بهت نشون بدم، ساعت 12 شبه و من از خستگی واقعا حال نداشتم این ویدیو ضبط کنم و اومدم پا کار گفتم برای این کارو امشب تکمیلش کنم. تا اینجا درست، اما من نیاز به یه تفریح هم دارم. بالاخره اگه اینطوری بخوام پیش برم داغون میشم. 10-12 روز دیگه قراره مسافرت برم و اون 20% که حالا سیو کردم براش، من توی مسافرتم کامل میرم برای خودم خرج کنم و انرژی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال آینده‌مو دوباره میگیرم که بتونم کلی با انرژی کار کنم. و 20% باقی مونده، فکر کنم اونو 20%، 30% برای خرج حالا تفریح و این داستانا، 20% باقی مونده سیو میشه و بتونی روی بیزنست استفاده کنی، بعد روی کارت سرمایه گذاری کنی، تزریق کنی، تبلیغات بدی و هر آنچه که میدونی برای آیندت مفیده. و بهت گفتم اگر تو آدمی هستی که خرجی نداری و بیشتر حالا مثلا داره خرج نیاز اولیت رو اینطوری بهت میگم خانواده‌ات دارن تامین میکنن، تو باید این عدد متفاوت بشه. و اینا بهت بگم پول نقد، پول تومن نگه ندارید. پول تومن به شدت ارزشش میره پایین. یا برو طلا بگیر، یا برو دلار بگیر، یه هر چیزی که میتونی بگیر و بیشتر حالا روی چیزی سرمایه گذاری کن که میدونی ارزشش پایین نمیاد ولی بالا میره. آره شاید بگن آقا نمیدونم این 1 گرم 2 گرم طلایی که تو پس انداز میکنی چه قراره به دل بخوره. آقا این حرفا رو کاملا از ذهنت بنداز بیرون. تو بیا آقا اصلا تو 100 میلیون این ماه در آوردی،
خب برو 100 میلیونش رو خرج کن. برای 5 سال آینده چی موندی؟ فقط برای لذتی که اون موقع داشتی رو به یادت میمونه، دیگه هیچی به دردت نمیخوره. حالا 100 میلیون تو بیا 90 میلیون تومانشو برای خودت پس انداز کن. برای 5 سال من میگم 90 میلیون تومانشو طلا بگیر، خب دلار بگیر و بعد از 5 سال تو حداقل یه سرمایه میلیاردی داری که وارد یه بیزنس بشی. حالا نمیدونم دقیق عددش رو حساب کردم یا نه، ولی احتمالاً میلیاردی بشه. تو وارد میتونی حداقلش اینه که یه سرمایه داری که یه خونه بگیری، ماشین بگیری، یه کاری راه بندازی، یه زندگی نرمال رو دارم بهت میگم. ولی اگه اهدافت خیلی بزرگتره میتونی خیلی استفاده بیشتری ازش ببری. شاید این هم شنیده باشی که نمیدونم توی اوج جوونی 16 17 سالگی 18 سالگی اینا از جوونی لذت ببر. آقا این حرفا رو کامل از ذهنت بنداز بیرون. گوره بابا این حرفا ولشون کن. توی این سنت از سن 17 سالگی تا 25 سالگی اوج انرژی داری، تو بعد کلی کار کنی، بعد کلی زحمت بکشی. الان برای من فکر می‌کنم من ناراحت نمیشم، زیر چشم کبود شده، چرا ناراحتم؟ ولی آقا چیکار کنم؟ باید سخت تلاش کنم. اگر الان تلاش نکنم یه 10 سال آینده، خب 10 سال آینده شاید این انرژی دیگه توی من وجود نداشته باشه که بخوام تلاش کنم. میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی از حرفایی که داری میشه آقا همشون پیام زرن، ولشون کن. مسیر واضحه. و پس انداز کردن هم دقیقاً همین موضوع. تو وقتی پس انداز میکنی داری برای بیزنست آمادگی میگیری، داری برای بیزنست آمادگی میگیری، اینو حواست باشه. داری برای اون رشته مهارتی که داری آمادگی میگیری که بتونی وارش سرمایه الان به عنوان مثال من دارم پولامو پس انداز میکنم برای چی؟ برای اینکه من حالا یه کاری دارم انجام میدم بتونم شرکت خودم رو راه اندازی کنم. تو فکر می‌کنی دوست ندارم مثل دوستان خیلی از بچه‌ای که من میشناسم هفته به هفته توی اشغالن، نمیدونم برو این و برو این خرج رو کن، این تفریح برو. خدا شاید دارم قسم میخورم 6 ماه میشه من حتی یه تفریح ساده که نمیدونم برم تا با 2 تا رفیقام برم بیرون نداشتم. 6 ماه میشه. 6 ماه کامل من فقط دارم کار میکنم. تو فکر می‌کنی دلم نمیخواد پولامو خرج کنم، از این پولی که دارم در میارم استفاده کنم؟ منم دلم میخواد، ولی تاش برای من قشنگتره. تاش اون آدمی که رفته الان کلی پول خرج کرده 2 سال بعد چیزی نداره، ولی من با اون پسندازی که کردم، با مدیریت پولی که کردم، با بیزنسی که راه انداختم، الان من از همین الان از تمام اعضای فامیلی که من خودم میشناسم، خود من دارم میشناسم، از اقوام، حالا مثلا فامیلایی که مثلا حالا منو هی باشون مقایسه میکردم، میگفتن اینو ببین حالا چه غریبه چه آشنا، هر کی از 90% درآمدم بالاتر و بهتره، ذهنیتم قوی تره. پس مطمئن باش وقتی تو این مدت کم، تو این 1-2 سال انقدر نتیجه داده، توی 10 سال چقدر قرار نتیجهش باشه. من 10 سال آینده مثلا قرار باشه 26-7 سالم، حالا خیلی کوچیک نیستم، شاید 28-9 سالم، خب و 28 ساله‌ای که 12 سال 10 سال تجربه کاری داره. و اینو یاد باشه مدیریت پول یکی از مهمترین نکاتیه که میتونه کمک کنه که تو بتونی پولاتو درست مدیریت کنی، سرمایه گذاری کنی، رشد کنی و حرکات خفن بزنی. و یه خلاصه برای توضیح بدم، تو با 50% برای خرج روزانه، 30% برای تفریح، 20% هم برای پس انداز. اینو مد نظر داشته باش. میتونی این عدد خودت نسبت به روال زندگی تنظیمش کنی، ولی اون پس اندازه باشه، اون تفریح باشه. مطمئن باش ضرر نمی‌کنی ازش. مطمئن باش، دارم بهت میگم مطمئن باش ضرر نمی‌کنی. دمتون گرم ویدیو رو دیدی. مدیریت پول یکی از بحث‌های مهمه و در ویدیوهای زیادی در موردش در آینده خواهیم داد و خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. اگر موضوعی هست توی کامنت ها بنویسید، من در موردش صحبت می‌کنم.